روزی پسر بچه این نامه ای رو از مدرسه آورد و به مادرش داد و گفت مدیر مدرسه گفته این نامه رو فقط باید مادرت بخونه. مادر نامه رو با چشمهای اشک‌آلود اینطوری خوند: پسر بچه شما خیلی باهوشه. امکانات و معلمای مدرسه ما در حد اون نیستن. پس لطفاً از این به بعد خودتون توی خونه بهش درس بدین. سالها بعد اون پسر بچه که یکی از بزرگترین مخترعان تاریخ شده بود، داشت توی انبار خونه قدیمیشون دنبال وسیله میگشت که اون نامه قدیمی رو پیدا کرد. توی اون نامه نوشته شده بود: پسر شما خیلی کودنه. ما متاسفانه دیگه نمیتونیم بهش درس بدیم. خودتون توی خونه بهش درس بدین. اون پسر بچه توماس ادیسون بود که بعد خوندن نامه ساعتها گریه کرد و بعد توی خاطراتش نوشت توماس ادیسون یک بچه کودن بود که مادر قهرمانش اون رو تبدیل به یک نابغه کرد. رفتار ما مشخص میکنه که در آینده فرزندانمون چه خواهند بود.